جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. عمر خداوند از او راضی باد و معالجه اشتر. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. در یکی از روزهای گرم تابستان که نورهای آتشبار آفتاب ریگ‌های بیابان را مثل اخگرهای آتشین تفسانیده بود، کاروان نمایندگان عراق به مدینه منوره آمده رسید. پیشاپیش آنها احنف ابن قیس خداوند از او راضی باد روان بود. او امیرالمؤمنین عمر ابن خطاب خداوند از او راضی باد را جستجو میکرد. بعد چند عمر را در نزد اشتری بیمار که از مال صدقه به شمار می رفت پیدا نمود که سله اش را یک سو گذاشته میانش را با جیلک بسته و اشتری بیمار را معالجه می کرد. وقتی که چشم عمر خداوند از او راضی باد به احنف افتاد، به او مراجعت کنان گفت: ای احنف، لباسهایت را کش و زود بیا و به امیرالمؤمنین در طبابت این اشتر که حق یتیم و مسکین و بیوه زنان است کمک رسان. این سخنان عمر خداوند از او راضی باد را مرد از حاضرین شنیده با تعجب گفت: خدا بیامرزد تو را ای عمر، مگر خادمان حاضر ایستاده را نمی فرمایی که این کار را خودشان به انجام رسانند؟ عمر خداوند از او راضی باد خاکسارانه گفت: آیا از من و احنف دیده خادمتری هست؟ برادر و خواهر ایمانیم، این درس خاکساری را از خلیفه مسلمانان عمر ابن خطاب باید بگیریم. ببینید، عمر که خلیفه مسلمانان بود، در آن زمان پادشاه‌های روم و فارس از او می هراسیدند. ناوابسته از این مقام، او امیرالمؤمنین با دست خود اشتران بیمار را معالجه می کرد. در حقیقت شخصی که مسئول امور مسلمانان می شود، وی بنده و خدمتگار آنهاست. چنانه که غلام در نزد خواجه اش فرمان بردار است، والی مسلمانان نیز در ادای امانت و نصیحت آنها مسئول می باشد. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.